وین بگیریم پینگمون بدتر میشه. حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه ما همین الان دارم این ویدیو رو میگیرم تو سرور اروپایی خب بهترین پینگه، ولی هر دست که وین بگیریم قرار یه دونه سرورمون رو بیاریم پایین، یعنی اول اروپا بعدش نورد آمریکا، همینجوری بیایم پایین و انقدر اینو ادامه میدیم تا توی تمام 6 سرور بازی وین بگیریم که یعنی توی کل جهان ما وین گرفتیم. درود بر پارسا هستم. توی این ویدیو همونجوری که فهمیدید و بهتون گفتم قرار توی کل جهان وین بگیریم، تو کل سرورهای بازی وین بگیریم و خب از بهترین سرور شروع میکنیم و میریم تا بدترین سرور. آره ولی قبل اینکه شروع کنیم یه نکته، اگه تونستید، اگه بلد بودید و اگه میخواستید از من حمایت کنید یه کامنت انگلیسی در دی های هلو یا هر چی بلدید بذارید. چرا شما وقتی کامنت انگلیسی رو میذارید یوتیوب میفهمه شما باد نیستید، اینجوری لایک و سابسکرایب نمیفهمه که خیلی مات بزرگی از منه. بیش از وقت ویدیو رو نمیگیرم تو تابین سراغ اصل 16 نفره یه رانده رو شروع میکنیم که خب یا ابد خب همیشه اول مچ خب پینگ بده، این که عادیه. حالا خب به هر حال ما اولین دست رو شروع میکنیم که امیدوارم بتونیم به راحتی وین بگیریم. حالا دیدید تاس خریدم دیگه، حتما بهم تبریک بگید تو کامنت ها. تاس من کلی دادم، تاس خریدم. حالا ویدیوش هم از تو کانال میتونید ببینید، کلی رفتم باش بازی کردم و امتحانش کردم و حالا دیگه خلاصه و خب البته خوبه واقعا کیف کردم باش. ولی خب وقتی تستش کردم یعنی کلا بررسیش کردم، یه بررسی کلی کردم، اونقدر که ازش انتظار میرفت اونقدر خوب کار نکرد. ولی خب به هر حال خب آقا بیشتر از این وقت نمیگه، زودتر بریم بکشیم نمیا رو دیگه. خب لیتس گو. با تاس مکس انقدر میزنیم تا اینکه بکشیم، از عقده‌اش در بیاریم. 40 تا خرج کردیم. وای اوکی وای عالی با این پانچ زدنم. مثلا نمیشه تو دیوار رد شیم. فکر کنم توی این مپ نمیشه از تو دیوار رد شد، نمیدونم میشه بگید تو کامنتات، چون احساس می‌کنم اینجا یکم سفت‌تر دیوارا. میدونی چی میگم؟ خب لیتس گو. اینجا مثلا میتونم یکی رو بکشم. آقا اینجا وای میسیم. تمامت بات بود ولی خوب. لیتس گو. اوکی 10 نفر مردن و فقط آره دیگه نه 5 نفر دیگه موندن برای مردن. خب لیتس گو. اوکی این مانع خوبه، این مانع رو دوست دارم. وای با مثل آدم بیا برو اونور دیگه. اوکی لیتس گو. بهتر فعلا درگیر نشیم و فقط کار خودمون کنیم. فعلا نمیخوام با کسی بجنگم و نمیخوام پانچ الکی بخورم. توپ تو ترکیبم هست. یاد گفتن چرا توپ نیست تو ترکیبم. اوکی لیتس گو. یه نفر کشیم. اگه کلاش نکنی که مرده دیگه. فقط باید ببینیم کلاش میکنه یا نه، مسئله اینه. خب وای میسیم برای این دوستمون که خب این دیگه از این ور میاد. خب این دفعه اینجا وای میسیم. وای ریدم. خب این دفعه هم که دیگه لود نداریم. چه 5-6 بار پشت سرم این اومد. دقت کردید؟ وای یس لیتس گو. اولین وینمون رو گرفتیم. من رفتم اونو هول دادم. یارو نوب بود، قبول دارم، ولی خب به هر حال تونستیم دیگه. مهم اینه چند نفرم کشیم، 2 نفرم کشیم. با این یارو فکر کنم شد 3 نفر و خب توی اولین سرور وینمون رو گرفتیم. پس یه اروپا، یه از بزرگترین قاره وینمون رو گرفتیم و الان تقریبا یک کم از کار رو رفتیم، ولی هنوز 5 تا سرور دیگه مونده که تازه داستان از اینجا شروع میشه. اگه دقت کنید هی که میریم جلوتر تو ویدیو خب قطعا پینگمون بدتر میشه و اینجوری ویدیو سخت‌تر میشه و خب بریم برای راند دوم که این دفعه به نظرم قرار سخت‌تر باشه. خب شروع میکنیم. حالا این سرور هم یه مزیت داره هم یه بدیت چیه؟ یه منفی. نکته خوبش اینه که خب بات بیشتره همونجوری که میدونید، چون که خب به هر حال سروری که کمتر ازش استفاده میشه خب قطعا بات بیشتری توش داره. ولی از اونور کشیمش نفهم بودم بات کمتره، منظورم که بات بیشتره. ولی از اونور ما پینگمون 160 در حالی که توی سرور قبلی یعنی سرور اروپا پینگمون 100 بود. این خیلی زیاده. اگه بخواد با همین روند پیش بره شاید توی آخر ویدیو مثلا به پینگ 200 300 هم 200 که قطعا حالا 300 اینا هم برسیم که این خیلی میتونه برام ترسناک باشه، چون بعضی موقع همین پینگای بعد خیلی دردسر سازن. تازه الان باز پینگ خوبمونه ها، ولی خب من همین الان کلی دارم یه جوری با بدی بازی میکنم. یکم سخته. اگه دقت کنید میتونید بفهمید از نوع بازی کردن یکم لگ داره انگار و یکم سنگینه بازی یه جورایی و خب به هر حال یه خوبیایی داره یه بدیایی هم داره دیگه. ولی خب به هر حال من حاضرم با همون سرور اروپا بازی کنم، وین بگیرم تا بیام تو این سرور به خاطر 4 تا بات بیشتر. و خب آره حالا 4 نفر موندن که اینا هم با 2 تا پانچ و یه 2 تا تاس خلاصشون میکنیم، کاری نداره. ولی خب نمیدونم شاید اینا همین کارو یعنی همین نقشه رو با ما داشته باشن، واقعا اصلا معلوم نیست.
وای وای دست قبل وای بدشانسی بد باخته ولی خب یه نتیجه گرفتیم که تو ادامه بازی خب بهمون کمک کنه. اینکه بعد از اون تیغا بریم بالا چون وقتی جمعیت زیاده بعضی کارا رو نمیشه کرد و خب درس زندگی هشتگ پارسا درس زندگی هشتگ پارسا انگیزشی. خب لیتس گو. اوکی اینو بزنیم ریدم با این زدنم. اوکی لیتس گو. خب به نظرم اینجا اونقدر قرار نیست سخت باشه اگه پلیرای نزن. نه 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 من از تو انتقام میگیرم از همین الان شاید باشید من بعد اینو بکشم. حالا امیدوارم خودش نمیره و من بکشمش برای که میمیره نو سعی معلومه دیگه. CR7 رو زدم. وای پینگ. خب این تارنده بعد خب آقا لیتس گو. خب این پینک همیشه قرار نیست خوب باشه همینجوری عادی باشه مثلا همین الان ممکنه دفعه بریم تو لیزر توی لحظه آخر که داریم به یکی پانچ بزنیم این تو لیزر و همین این چالش رو سخت‌تر از همیشه میکنه پینگ. خب دقیقا اصلا چالشمون سر همینه دیگه چرا باید انتظار داشته باشیم که پینگ نشیم. خب سپر بزنیم فکر نکنه فقط خودش سپر داره من سپر دارم دایمندی بشه پلاتینیوم دایمند چیه. خب لیتس گو. میخوام جایی که بکشم دوبار بتونم کشتمش. نوع سگ مردی از یه لیگ وود از یه لیگ چوبی مستر کشتم. وای نوع سگ. خب من بخوام که چمپیون در دستانم است ولی خب من حال ندارم اصلا. چرا چمپیون چرا؟ خب حتی مثلا پولی میدادی جم خوبی میداد یک کم میداد زیاد نیست در حدی نیست که بخوای وقتی اون همه بذاری سرش رو بخوای چمپیون کنی یه بار مثلا بخوای خوبه ولی بیشتر از اون واقعا چرا باید کنین نمیفهمم بابا. اوکی لیتس گو. اوکی اینو که رد کردیم اینم به همین راحتی رد میکنیم. لیتس گو. خب نشد ولی کار نشد نداره این دفعه نشد دفعه بعد نشد دفعه بعد اینقدر این کارا بالاخره یه بار میشه دیگه مگه نه. خب لیتس گو. اینجایی که میکشیم ولش کن اینجایی که خطری بود راستیتش بخوام کسی رو بکشم. خب خوبه با توپ رفتیم یعنی که خب خودمون نمیریم به جای اینکه بخوایم بقیه رو بکشیم به نظرم فعلا بذاریم خودشون با خودشون دعوا کنن نوبت ما هم میرسه. اینجوری واقعا استراتژی بهتریه. خب یه نفرم بمیره اینجا که نمرد خوبه. اوکی لیتس گو. توپ نجات دهنده باز بگید ابیلیتی توپ بده توپ خدا. خب لیتس گو. اوکی یه نفر مرد 2 نفر موندن و اینم من میکشم. نشد. خب این مانع خیلی بدم میاد شما اینجوری شما خیلی واقعا از این مانع بدم میاد. خب بهتر میگم فعلا با کسی کار نداشته باشیم یعنی اینا با ما کار دارن باز بد میشه دیگه داستان. خب الان که جمعیت نیست بس آدم از اینجا میریم دیگه مگه نه. وین چرا؟ خب انگار که این دفعه هم تونستیم وینو بگیریم و باید بریم سراغ سرور سوم که خب الان کار هم بیشتر از همیشه سخت شده و خب الان بیشتر سخت قرار بگیره قرار بیشتر سختی بکشیم تا بیشتر سخت شده باشه و خب آره دیگه امیدوارم اینقدر پینگش فرق نکنه چون واقعا نمیدونم امیدوارم پینگش اونقدر زیاد تفاوتی نداشته باشه. اوه یا ابلفز پینگ 220. یا ابلفز البته الان اول بازی یکم بهتر میشه ولی من با این پینگ چجوری میخوام بازی کنم وای پینگ 200 خدا. میبینید هی لک میشم الان عادیه الان که مانا راحتن عادیه 2 روز دیگه 2 دقیقه دیگه بخوایم یه از این ور بپریم اون ور یه لحظه قچه باختیم راحت باختیم و خب این خیلی سخت میشه تازه ما الان سرور سومیم به 6م نرسیدیم هنوز. یا اول آقا کی در داد که به کل جهانو ببریم آقا ولمون کنه. ای خدا اشکال نداره ما کم نمیاریم. لیتس گو. اوکی اینجا رو که میریم اینجا راحت یکم مانای بعدی سخته بعد از استراتژی فقط فرار استفاده کنیم چون اینجوری که فکر نکنم میتونیم شاید نمیدونم. یا ابد میبینید اینجا پینگمون بچه تازه شانس آوردیم الان جای خوب پینگمون بچ شد در غیر این صورت الان پاره بودیم دیگه میمردیم به همین راحتی میمردیم و خب برای همین مثلا مپای تیمی سراندن و خیلی طول میکشن و با این پینگ بعدم سراند خیلی طولانیه
من سعی میکنم از جایی برم که نمیان نیان. وای بهتر شاخوشونم نکشم الکی بعدا در نظر بشه. اوکی. آخ اینجا رو که گذروندیم ازتون با توپ برم. وای نشد. وای نرسیدیم و خب بذار یه بار تیمی بریم ببینیم چی میشه. خب آقا لیتس گو. این دفعه اومدیم تیمی که خب پینگمون یا ابوالفضل خوبه، ولی دلیل اصلی که من اومدم تیمی این بود که بتونیم کاری کنیم که اگه مردیم زنده هم بشیم. یعنی اینجوری نباشه که دیگه مردیم دیگه تموم بشه، که برای پینگای بدتر این بهتره. بعدش اینه که کرون نمیره، ولی خب به هر حال مجبوریم از این روش استفاده کنیم برای وین. و خب ما نگفتیم که باید کرون بگیریم، گفتیم که باید وین بگیریم. پشمام نجات هم داد، مثلا قرار بود مثلا به بدی من باشه، بیشتر نجات هم داد به ضرر من بخواد باشه. خب let's go. داشتم بیا. اوکی این که باته اصلا. 2 تا پلیر داریم نه یا 3 تا. این خیلی طوفانه خیلی خوبه واسه بودی برام توش خیلی حال میده. داشتی از وای میسیدم بیام. آه چه خوبه. این فکر به نفع تیمه نه چون به ضررشه. فکر کنم به نفع دیگه نه. فکر نکنم. اوکی لیزر یا ابوالفضل. اوه فقط یه جامپه واسه اصلا به خود استرس نده. اوکی let's go. خیلی مب راحته، فقط انیمیات یکم مردم. خوب راند قبل یه سوتی وحشتناک دادم، مثلا حواسم نبود که همه هم تیمی ها مردن و همجوری مثل سوس رفتم تو لیزر. خیلی بد بود، قبول دارم خیلی بد بود. حالا کارش نمیشه که به هر حال پینگ بد اینا هم داده، فقط خب به هر حال نوبی منه، بهونه نمیارم. قبول دارم خیلی بد بود ولی خب به هر حال ما میخوایم وین بگیریم دیگه، اصلا چیزا دیگه اهمیتی نداره. حالا یه بارم مردیم به هر حال چالش برد و باخت داره دیگه، مگه نه؟ همه تو کامنت نه باید الان چقدر پرتاب میکنه یا ابل نه تداداش یا ابل. من فکر نمیکردم، گفتم مثل بقیه بمباس این چه بمبیه داداش. ما هم تیمیم، نمیشه مثل گاو از رو بمبا نری تو. وین به همین راحتی سرور سوم وین گرفتیم، ولی خب سرور 4 قرار نیست به این راحتی ها باشه. چرا؟ چون ما پینگ 300 قرار نیست به این راحتی ها بازی کنه، چون پینگ 250 باشه. نمیدونم برات. حالا میریم ببینیم چی میشه. این دفعه قرار بلاک داش تگ نفره بریم که اونقدر چالش واسمون راحت نشه دیگه. فقط توی جایی که دیگه خیلی پینگ بد بود میریم این بلاک داش گروهی و خب بریم بریم. خب لیتس گو. این دفعه میخوایم بریم بتر کنیم. ما خوب پینگ اونقدر تفاوتی نکرد، ولی نکته جالبی که اون قدیم یادشونه این که قبلا که مثلا دی ان اس اینا نبود، اون موقعی که با چی میگم بهش گیم بوستر میرفت. الان قدیمی یادشونه گیم بوستر رو، الان پولی شده. اون موقع میرفتیم ایندیاوس بهترین سرور بود، یعنی اینجوری بود که بهترین سرور ممکن ایندیاوس بود و با پینگ خیلی خوب، اصلا با 70 60 قشنگ می آورد. الان نگاه نکنید ما هم بهاری داشتیم. حالا الان 220 203 خیلی سخته واقعا. اذیت میشم. یعنی خب بریم یه تاس همینجوری ول بدیم و مرد نوب صلوات خودمون نمیریم آقا. انگار که ما بگیم نوب پینگ میشم. نوب سگ. خب نه انگار پینگ نمیشیم تا یه حدی. پینگمون خیلی بده، جمله سازی حالی. خب لیتس گو. اینجا فکر نکنم قرار باشه اونقدر اذیتمون کنه فعلا دارم میگم فعلا. و آره بسازیم دوباره میشه از اون باگا بزنیم. نه نشد. خب اوکی اینجا ول کن، اینجا بزنیم هم اهمیتی نداره دیگه، پس ولش. و ایمان نزنه. یه از گفتم الان من میزنم میمیرم فشار میخورم. خب حریفا اونقدر قرار نیست حریفای قدر و والا قدرتمند و اذیت کنی باشن. خب اول حواسمون باشه دیگه. اومد یه پانچی داشتن، یه تاسی داشتن بزنن، یعنی بزنن بهمون بد میشه برامون. دست بهتره که به هر حال کار از محکم کاری میگن اب نمیکنه، مگه نه؟ اوکی لیتس گو. خب بعدم این سرور به راحتی قرار همین الان وینو بگیریم. اوکی وای یه لحظه گفتم پینگ شدم و مردم. اومدم فوش بدم که خب تونستیم سرور 4 رو هم بریم. 2 تا سرور دیگه مونده آقا، مبارکا. و خب بریم سراغ 2 تا سرور آخر که در واقع قولای مرحله آخر اونا در واقع چی بود؟ نورف آمریکا آسیا. یعنی شما فکر کنید سروری که ما توش زندگی میکنیم آسیا از سروری که مال اروپاست پینگش بدتره. ایران اینجوریه.
خب پینگ 182. اوکی ما به پینگ توجه نمی‌کنیم، به باگ توجه می‌کنیم که خب اگه پینگو بگیم که خب سرور عالیه، این سرور آسیا عالیه، ولی خب از لحاظ باگ به نظرم خیلی بدتر از سرور قبلی. حالا یه چمپیون داریم نه چمپیون نداریم، یادت بگم چمپیون داریم، ولی این مستر استامبلی که اسکین سیاه گذاشته پرو و قرار دهنمون سرویس کنه و زودتر حذفش کنه. حالا اینا رو که میذاریم کنار، داشتم میگفتم خلاصه ما تو سروری که توش زندگی میکنیم، یعنی آسیا، پینگمون بدتر از سروری که ازمون خیلی دوره. البته الان یه جوری پینگ بهتره، ولی توی آمار این پینگ یعنی چیز پنجمه، ریجن پنجم از لحاظ پینگ، و نمیدونم حالا باگ یا اشتباه، ولی خب از لحاظ باگ واقعا بدتره. وای نتونستم، وای خب دو نفر موندیم آسیا پلیراش کمن و نوبترن، ولی خب همین یه دونه ممکنه دهنمون سرویس کنه دیگه. به هر حال آسیا افکت خب مرد واقعا، چون نامری زده بود. اوکی میمرد چه حالی میدادم اینه. خب بمیر دیگه داداش، بمیر دیگه، لطف به ما کن بمیر، واقعا حوصله ندارم یه بار دیگه تو آسیا لعنتی بازی کنم. اوکی let's go بریم. خب به نظرم بردیم، نه هنوزم نبردیم. خب چون میدونم let's go بریم سراغ سرور آخر، قول مرحله آخر که به قول خود استامبل پینگ 350 قراره بهمون بده که خب وای بر من وای. خب نمیدونم واقعا آیا اونقدر قراره سخت باشه یا نه، ولی خب ما به هر حال همین الان 5/6 از کل سراسر جهان رو وین گرفتیم. خیلی ها، ما یه سرور دیگه وین بگیریم کل جهان رو وین گرفتیم. let's go بریم سراغ سرور آخر که صوت آمریکا با 360 با پینگ 360. امیدوارم دروغ باشه، الکی باشه، فیک باشه. به حال بریم ببینیم چی میشه. خب بریم برای سرور آخر که خب پینگ از همه بدتر بود، ولی بازم 350 نبود، تقریبا هم 250. ولی نکته اصلی که اینجا میمونه اینه که چمپیون داریم و این یکم کار سخت میکنه. ناکن من اصلا اهمیتی نمیدم به اینکه چمپیون باشه، پلاتینیوم باشه، چی باشه، ولی خب اینکه یه یارویی ممکنه چمپیون شده باشه قطعا اینو نشون میده که دو تا ابیلیتی خوب داره، دو تا ابیلیتی مکس داره، یکم بلد بازی کنه و این یک کم داره منو میترسونه. تو بدترین سرور ممکن اگه بخوایم با یه چمپیون پلی بدیم خب قطعا کار سختیه و این داره منو میترسونه. من تو اروپا باشه هیچی من نیست، راحت میذاریم میتر کنیمشون. آره مطمئن واسه شما هم همین جوریه. امیدوارم با این پینگ ادامه ندیم که پینگ بهتر شه. با این نت چمپیونه رو حذف کنیم. یا عبدالبس اونا ما رو حذف نکنن، ما نمیدونیم اونا رو حذف کنیم. خب به نظرم الان بهترین استراتژی که میشه رفت فرار دیگه، فقط فرار. یاد بهترین استراتژی هست اینجا، ولی فقط نمیدونم از کدوم استفاده کنیم، چون از اون ور بعد اینا رو حذف کنیم فرار کنیم بالاخره دستشون به اون میرسه. به حال یکم داستان داره دیگه، ولی خب نمیدونم. بذار با توپ بریم، خطرناک. توپ به دادم برس. خب خوبه. let's go. پینگ خیلی بده حاجی، پینگ خیلی بده و این داره منو میترسونه. اوکی فکرم چمپیون مرد و 2 نفر دیگه برای مرگ موندن. وین گرفت. let's go. باورم نمیشه به این راحتی وین گرفتیم، باورم نمیشه. ما تونستیم، ما کل جهان رو الان وین گرفتیم. ما تو کل جهان، توی 6 تا سرور دنیا ما وین گرفتیم و این یعنی ما یه قهرمان جهانیم. نوکرم. آره ما این چالش هم تونستیم بگذرونیم و چالش بسیار سخت و عذاب آوری بود. واقعا سخت نبود ولی عذاب آور بود یه جورایی، چون واقعا اصلا آدم خورد میشد که مثلا فکر برای یه ثانیه بریم باز شانس آوردیم که یک پینگ اونقدر بد نشد، در اینکه توی لحظات مهم پینگمون اونقدر بد نشد که بخوایم بمیریم. و همین به نظرم میتونه یه از بهترین چالشامون باشه و خب بالاخره چه خوب چه بد و چه سخت و چه راحت ما این چالش هم به پایان رسوندیم. و آره دیگه لایک و ساب فراموش نشه، کامنت انگلیسی هم که اگه تونستید بذارید، من کامنتتون لایک میکنم. و آره دیگه تا ویدیو دیگه یه خوشحالی فشار خوردن دیگه. بدرود.